خطبه 183. خدا شما را به پرهیزکاری سفارش کرد و آن را نهایت خوشنودی خود و خواستش از بندگان قرار داده است. پس بترسید از خدایی که در پیشگاه او حاضرید و اختیار شما در دست اوست و همه حالات و حرکات شما را زیر نظر دارد. اگر چیزی را پنهان کنید می‌داند و اگر آشکار کردید ثبت می‌کند. برای ثبت اعمال فرشتگان بزرگواری را گمارده که نه حقی را فراموش و نه باطلی را ثبت می‌کنند. آگاه باشید، آن کس که تقوا پیشه کند و از خدا بترسد از فتنه ها نجات می‌یابد و با نور هدایت از تاریکی ها می‌گریزد و به بهشت و آنچه که دوست دارد جاودانه دسترسی پیدا می‌کند. خدا او را در منزل کرامت خیش مسکن می‌دهد، خانه‌ای که مخصوص خداست، سقف آن عرش پروردگاری و روشنایی آن از جمال الهی و زائرانش فرشتگان و دوستان و همنشینانش پیامبران الهی می باشند. پس به سوی قیامت بشتابید و پیش از آن که مرگ فرا رسد آماده باشید، زیرا ناگهان آرزوهای مردم قطع شده و مرگ آنها را در کام خود می کشد و در توبه بسته می شود. شما امروز به جای کسانی زندگی می کنید که قبل از شما بودند و ناگهان رفتند و پس از مرگ تقاضای بازگشت به دنیا کردند. مردم، شما چونان مسافران در راهید که در این دنیا فرمان کوچ داده شدید که دنیا خانه اصلی شما نیست و به جمع آوری زاد و توشه فرمان داده شدید. آگاه باشید، این پوست نازک تن طاقت آتش دوزخ را ندارد. پس به خود رحم کنید. شما مصیبت‌های دنیا را آزمودید. آیا ناراحتی یکی از افراد خود را بر اثر خاری که در بدنش فرو رفته یا در زمین خوردن پایش مجروح شده یا ریگ‌های داغ بیابان او را رنج داده دیده اید که تحمل آن مشکل است؟ پس چگونه می شود تحمل کرد که در میان دو طبقه آتش در کنار سنگ‌های گداخته همنشین شیطان باشید؟ آیا می دانید وقتی مالک دوزخ بر آتش غضب کند شعله ها بر روی هم می غلطند و یکدیگر را می کوبند؟ وانگاه که بر آتش بانگ زند میان درهای جهنم به هر طرف زبانه می کشد؟ ای پیر سال خورده که پیری وجودت را فرا گرفته است، چگونه خواهی بود آنگاه که طوقهای آتش به گردنها انداخته شود و غل و زنجیرهای آتشین به دست و گردن افتد، چنان که گوشت دستها را بخورد؟ پس خدا را ای جمعیت انسانها پروا کنید، حال که تندرستید نه بیمار و در حال گشایش هستید نه تنگ دست، در آزادی خیش پیش از آن که درهای امید بسته شود بکوشید. در دل شبها با شب زنده‌داری و پرهیز از شکمبارگی به اطاعت برخیزید. با اموال خود انفاق کنید،
از جسم خود بگیرید و بر جان خود بیفزایید و در بخشش بخل نورزید که خدای سبحان فرمود اگر خدا را یاری کنید شما را پیروز می‌گرداند و قدم‌های شما را استوار می‌دارد و فرمود کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خداوند چند برابر عطا فرماید و برای او پاداش بی عیب و نقصی قرار دهد. درخواست یاری از شما به جهت ناتوانی نیست و قرض گرفتن از شما برای کمبود نمی باشد، در حالی از شما یاری خواسته که لشکرهای آسمان و زمین در اختیار اوست و خدا نیرومند و حکیم است، و در حالی طلب وام از شما دارد که گنجهای آسمان و زمین به او تعلق دارد و خدا بی‌نیاز و حمید است. بلکه خواسته است شما را بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارترید. پس به اعمال نیکو مبادرت کنید تا با همسایگان خدا در سرای او باشید که همنشینان آنها پیامبران و زیارت کنندگانشان فرشتگانند و چنان گرامی داشته می شوند که صدای آهسته آتش را نشنوند و بر بدنهایشان هیچ گونه رنج و ناراحتی نرسد. این بخشش خداست، به هر کس بخواهد می دهد و خدا صاحب بخشش بزرگ است. من آنچه را می شنوید می گویم و خداوند را به یاری خود و شما می خوانم که او کفایت کننده و بهترین وکیل است.